دی ماه گذشته تا کنون ایران وارد یک مرحله جدید، کاملا جدید در حیات سیاسی خودش شد. همه ما احساس میکنیم که نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران شکل گرفته و روندهای آغاز به کار کردند که متوقف کردنشون دیگه به این سادگی برای جمهوری اسلامی یا برای هیچ نیروی دیگری در واقع در دنیا به این سادگی ها نیست. اما این تحولات و این رویدادها مثل رعد و برق در یک آسمان صاف نبودند، بلکه سالها بود که روندهای عمیقی در جامعه ایران، در نظام سیاسی ایران، در افکار و تلقیات و گرایش‌های ایران عمل می‌کردند و در نتیجه میشه گفت حتی دهه‌ها بود، 4 دهه اخیر بود و این وضع رو ایجاد کرد. ببینید قبل از هر چیزی و حتی قبل از اینکه چیزی به اسم تحریم‌های اقتصادی کمرشکن وجود داشته باشه و تأثیرات خودش رو بر اقتصاد ایران بگذاره، قبل از همه اینها ساختار کاملا معیوب اقتصادی ایران و اون نوع برنامه یا بهتر بگم بی برنامگی که جمهوری اسلامی حاکم کرد بر اقتصاد ایران عامل اصلی وضعی است که امروزه خلق شده و خود اونها هم راه نجاتی در مقابل اون ندارند. به طور کلی جمهوری اسلامی از روز اول بر سر کار آمدنش فاقد یک دیدگاه واقع بینانه و درست در مورد توسعه اقتصادی ایران بود و بیشتر با فساد فراگیر و راندخاری جامعه ایران رو ادامه میکرد. درست خودشون این تصور رو داشتن و القا میکردن که حکومت اونها ابدی است و بعد از 1500 سال یه بار سر کار اومدن دیگه نخواهند رفت، ولی عملکردشون چیزی خلاف اینو نشون میده. عملکردشون نشون میداد که اینها مثل اشغالگران و کشورگشایان قرون وسطایی احساس میکردن چند صباحی بیشتر نیستن در ایران و بنابراین ایران رو نه مثل یک کشوری که به اونا سپردن که آبادش کنن، پیشرفتی بهش بدن، حالا این وسط برای خودشون هم از این نمد کلاهی ساخته بشه احیانا، بلکه مثل خانه یغمایی که چند صباحی دست اوناست نگاه میکردن. سیاست اونا به جز تاراج و یغما و خشکاندن آبها و اتلاف زمینها و از بین بردن دریاچه ها و محیط زیست چیز دیگری نبود. جز ناکارآمدی کامل چیز دیگری نبود. تحریم های بین المللی یا تحریم های ایالات متحده آمریکا فقط مزید بر علت شد. گذشته از اون که مسبب خود این تحریم ها که دنیا رو سوق داد به طرف این دشمنی ها با سیاست خارجی غلطش کسی جز خود جمهوری اسلامی نبود. و اما تنها اقتصاد نیست که امروز جمهوری اسلامی رو به زانو درآورده. سالها قبل از اینکه رسوایی اقتصادی ایران رو بشه، عیان بشه برای خود دولتمداران جمهوری اسلامی هم دیگه کتمانش غیر ممکن بشه و به چشم جهانیان هم بیاد، جمهوری اسلامی نبرد فرهنگی و ایدئولوژیک رو باخته بود. این باخت محصول دخالت‌های این یا اون عاملان و جاسوسان اسرائیل و آمریکا و غرب و غیره نبود. محصول تغییرات عمیقی بود که در خود جامعه ایران و در جامعه بین المللی اتفاق افتاده بود و نیروهای به مراتب سرسخت‌تر و نیرومندتر از جمهوری اسلامی را به زانو در آورده بود و نمیتونست در نیاره. جمهوری اسلامی هم از این بابت گریزی نداشت و نداره. ببینید دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، جاباز کردن مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی، جاباز کردن مفاهیمی علی رغم سیاست‌های جمهوری اسلامی، علی رغم فرهنگ حاکم، جاباز کردن
تلقیاتی مثل آزاد برابری حقوق زن و مرد، تغییر الگوهای زندگی و سبک زندگی جوانان، تغییر نگرش‌ها و تلقیاتشون، تغییر الگوهای رفتار خانواده‌ها، نیاز و علاقه‌ای که نسل جدید به تعامل با جهان و دوستی با جهان و ارتباط با جهان بیرون خودش داره، نفی استبداد مذهبی، افزایش رواداری مذهبی در بین مردم ایران، همه اینها روندهای غیر قابل مقاومتیه که در سالهای اخیر کاملا جای خودش رو در ایران باز کرده. بدشانسی جمهوری اسلامی این بود که همه این تحولات در عصر تکنولوژی ارتباطات، در عصر اطلاعات، در عصر ماهواره و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد. اما با وجود این مرحله جدیدی که از دیماه به این طرف در ایران خودش رو به همه نشون داده و توجه دنیا رو هم جلب کرده و خوشبختانه آخرین بقایای مشروعیت رو در چشم مردم جهان از رژیم جمهوری اسلامی گرفته، با وجود همه اینا و در کنار همه اینا ما بایستی تفاوت‌های این دوره رو خیلی به اختصار با دوره‌های گذشته بگیم. این اولین نارضایتی نیست که در ایران ابراز میشه، این اولین مبارزه‌ای نیست که در ایران اتفاق میفته، اولین قربانیانش هم کسانی نیستند، اون جان باختگانی نیستند که در دیماه و حوادث بعدی جانشون رو از دست دادن. و من از همین جا از طرف همتون تسلیت میگم به خانواده ها و بازماندگان. نه، این مبارزات از روز اول علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، ولی یا مثل بعضی از مناطق ایران از جمله کردستان ایران تنها موند، محدود به یه منطقه خاصی موند و یا گفتمانی نداشت مثل بقیه جنبش‌های دیگه که قابل سراسری شدن باشه. حتی آخرینشون جنبش دانشجویی تهران در سال 78، جنبش سبز در سال 88، اینا جنبش‌هایی بودن عمدتاً در مرکزگرا، دارای محدودیت‌های جغرافیایی، بندناف هنوز بسته به جمهوری اسلامی، با وجود اینکه جنبش‌های عادلانه‌ای بودن، قابل پشتیبانی بودن همه اینا. این بار جنبشی که ما داریم یک قبل از هر چیزی جنبشی محدود به تهران و این یا اون مرکز نیست، به این معنی عمیقاً سراسریه و چون سراسریه از سراسر ایران نمونه است از تکثر و تنوع. بنابراین جنبش این بار جنبشی است تکثرگرا، جنبشی است که همه تنوعات گوناگون جامعه ایران رو در خودش نشون میده. از یک سو مالباختگانند، از یک سو کارگران دستمزد نگرفتن، از یک سو زنان محروم و ستم دیدن، بلوچ و عرب خوزستانند. الاهواز شما هر اسمی بگذارید در نفس خودتون. این جلسه رئیس داره یا نداره؟ بله، رئیس داره. بفرمایید. و در تمام این موارد همه دراویشند، دگراندیشانند، دگرباشانند، جوانانند، لیسانسیه های بیکارند و در تمام مناطق ایران. بنابراین این ویژگی بزرگی است. دوم اینکه این برخواسته از الهامات یا تحت تأثیر گفتمان بخشی از حاکمیت در مقابل بخش دیگرش نیست. این از اعماق جامعه بلند شده و تمامیت حاکمیت رو هدف و آماج خودش قرار داده. سکولار شعارهای دینی که حتی در جنبش‌های قبلی دیده میشد اثری ازش نیست در این جنبش اخیر. سکولار، نقش زن برجسته است و خیلی چیزهای دیگه. اما با وجود همه این پیشرفت‌ها و با وجود اینکه
جمهوری اسلامی در زمینه فرهنگی و اقتصادی باخته، در زمینه سیاسی مردم علیهش بلند شدن و گفتمان تغییر نظام یا براندازی گفتمان اصلی در جامعه ایران متاسفانه همونطور که دیگران هم بهش اشاره کردن ما دوریم هنوز از یک ساخت یک آلترناتیو دموکراتیک واقعی در ایران و این مشکل ماست. اما فکر میکنم عوامل و موانعی رو که جلوی این هستند اگر بشناسیم، من به اشاره گذرا فقط از اونها خواهم گذشت، بهتر میتونیم بفهمیم که چه کار بکنیم که فائق بیاییم بر این موانع. سه نوع هراس افکنی یا سه نوع عامل به نظر من مانع از این هستند که همه اپوزیسیون واقعا دموکراسی خواه ایرانی، همه کسانی که خواستار تغییر نظام و گذار به طرف دموکراسی هستند بتونن دور هم جمع بشن و تشریک مساعی کنن. یکی غرب ستیزی و به طور مشخص آمریکا ستیزی. این حربه است که نزدیک به 40 سال جمهوری اسلامی به دست گرفته. سفارت آمریکا رو گرفت، اما در واقع با این کار بیش از اون که به آمریکا ضربه بزنه، جنبش مخالفان جمهوری اسلامی رو به ناحق، البته نمیبایست اینطور باشه، ولی خلع سلاح ایدئولوژیک کرد، تشتت فکری در درون اپوزیسیون و مخالفان خودش وجود آورد. چرا؟ برای اینکه بر نقطه ضعفی دست گذاشته بود که هنوزم جامعه ایران، بهتره بگم نه جامعه، نخبگان سیاسی ایران ازش رهایی پیدا نکردن. ما بایستی آمریکا ستیزی و غرب ستیزی رو کنار بگذاریم و ضمن حفظ استقلال خودمون بتونیم با دید روشنی به جهان معاصر نگاه کنیم. ما احتیاجی نه به آمریکا ستیزی، نه به غرب ستیزی، نه به عرب ستیزی و نه به اسرائیل ستیزی نداریم. ایران آینده بایستی در تعامل سازنده با جهان قرار بگیره و دوستی ها رو به جای دشمنی ها برای خودش جلب کنه.